دختری اگر ازدواجش به تأخیر افتد و دیر به شوهر براید، مردم این را عیب می دانند، او را پیر دختر می نامند و می گویند چه عیب و خطایی کرده است که خواستگاری به سراغش نمی آید. ولی این برای یک دختر مسلمان عیب نیست، بلکه بزرگترین عیب در یک دختر مسلمان این است که نمازش را نخواند، به حیا و بد اخلاق و به حجاب باشد و پروای حلال و حرام نداشته باشد. عیب واقعی برای یک دختر مسلمان این است، نه اینکه ازدواجش به تأخیر افتد و دیر به شوهر برآید. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود، هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر، دین حق را هدیه آورد سوی ما،